سلام دوستان، حالتون چطور؟ من امیر محمد هستم، یوتیوبر تازه کار کال آف دیوتی موبایل. امروز میخوام اکانهای اتچمنت های چه واسه مولتی پلیر و بتل رویال برمیداریم و بهتون آموزش بدم. خب بهترین گان واسه مولتی پلیر گان روسه. چه بهترین گانه به نظر من. اتچمنت هاشو شما کپی کنید، من یکی نشونتون میدم. بعدی هم DLQ که بهترین اسنایپر. بعدی هم منواره که 2 تا 3 تا میخوابونه. این افچشه اگه شما افچه ندارید ثابت. خب بعدی هم اکسلات سرعتش 82 خیلی خفنه. این واسه مولتی ها، بتل خوب نیست، بتل رو میشه. بعدی هم AK117 خیلی خفنه. و بعدی هم اسنایپر، این سشون رو نادش کرده. این اسنایپر خیلی خفنه، اسم مولتی بچه بردارید پیشنهاد میکنم. و دیارت که بهترین اتچمنت هم هست. فقط اینو باز میکردم، اینو میذاشتم، پس من باز نکردم. خیلی خفنه. و SM10 3 تا میخوابونه بچه ها، 3 تا 2 تا میخوابونه. 2 تا به طرف استفادهش بکنه میخوابونه. اولی حالا بریم سراغ رویال. که اینه بچه ها، اگه شما دوربین نمیذارید بذارید دوربین اینو بذارید، چون با دوربین هیچی نیست، با دوربین خوب زده. بعدی هم دیورت که یکی اطلاعات زیادی هم خوب نشده، دیارت یکم خوبه اسم بتل. و بعدی هم اکوه که از نزدیک همه رو میتونید بخوابید. خیلی خوبه. اگه دوربین شما برنمیدارید اینو بردارید. من با دوربین خوب نیست، من واسه همین دوربین گذاشتم. و بعدی هم اسنایپر DLQ خیلی خفنه باس بتل. و یا آرت چیت و DLQ بهترین اسنایپر و لوکاس. بچه ممنونم که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. لطفا کانال منو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. این اولین ویدیو منه. من ویدیوهای زیادی در مورد کال آف دیوتی موبایل میذارم. در مورد هر چی میخواستین بذارم لطفا تو کامنت ها بنویسید. خیلی ممنون میشم. نوکرتونم. خداحافظ.